اگر سردفتر اسناد رسمی به برگ سبز اعتباری ندادند، این سران دفاتر تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. گو الله پاکی ناما. سلام، درود و درآباد به شما گندوکان پایگاه تلرسانی معیار جله. مروچگی مهمان میں وکیل پایه دادگستری آهم ما را شما را و چارانی که یک بلوچی و برازنده بلوچستان اشین که من لوٹای واجه و تروت به شما گندوکان بیشتر معرفی بکن تو پجایات بکن که گما را ورو همراه بایکن. واجه سلام در جورو برابرت باشید اگه په معیار جل. و علیکم سلام. منم سلام عرض کنم خدمت شما دستاندرکاران پایگاه اطلاع رسانی معیار جل و مردم شریف و عزیز ایران. واجه شما یک مزنین کاری به مول معروف با بلوچان و بلوچ جامعه کتگو و ایشین که لوٹان که شما را چه یک کاری که شما انجام داده و مول معروف و میگندو کام پایگاه اطلاع رسانی معیار جل گیشتر توضیح بدهید. کجا هم کار شما منظوره؟ لوگان چه طرف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد املاک کشوری یک رأی صادر بوده که آیه ابطال بوده شاکی پرونده شما بوده ایشو که مگندوکون گشتر توضیح بده. بعد توجه بشین که این موضوع محدود به سیستان بلوچستان نه و مربوط به کل کشوره، بنابراین من لازم زنم که فارسی خبر بکنم. سالیان سال هست که بین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد سند مالکیت خودرو اختلاف نظر و مناقشه وجود داشت. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد هست که کسانی که خودرویی رو میخرند حتما باید این معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت بشه و اما نیروی انتظامی معتقد هست که همون برگ سبز راهنمایی رانندگی برای احراز مالکیت کفایت میکنه. چی شد که خودتون دست به کار شده این موضوع رو پیگیری کنید؟ خودم یه خودرویی داشتم که این خودرو رو فروخته بودم به یکی از ساکنین یه شهرستان دیگه. برگ سبز این خودرو به نام من بود و در واقع برگ کمپانی به نام من نبود. مراجعه کردم دفتر اسناد رسمی که وکالت بدم به خریدار که بره شهر خودش پلاک رو تعویض بکنه. مراجعه کردم به دفتر اسناد گفتند که حتما باید این انتقال به صورت رسمی در محضر یا همون دفتر اسناد رسمی انجام بشه. گفتم من به موجب این برگ سبز راهنمایی رانندگی مالک هستم. گفتند که ما در واقع این سند رو تنظیم نمی کنیم، حتما باید این خودرو رو در دفتر اسناد رسمی اول به نام خودتون منتقل بکنید، بعد میتونید به اون خریدار وکالت در تعویض پلاک بدید. گفتم که این غیر قانونی هست. مبنای استنکاف شما از تنظیم سند وکالت چیه؟ گفتند که بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هست. من هم درخواست کردم که این بخشنامه رو در اختیار من قرار بدن، من مطالعه بکنم که ببینم آیا این بخشنامه واقعا وجود داره و دوم این که اگر وجود داره آیا منطبق با قانون هست یا خیر. خود سردفتر اسناد رسمی از ارائه بخشنامه به بنده خودداری کردند و روز بعدش بنده مراجعه کردم به اداره ثبت اسناد و املاک چابهار. موضوع رو با ایشون در میان گذاشتم. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک چابهار هم تماس گرفتند با یکی از سردفتران شهرستان چابهار که این بخشنامه رو در اختیار رئیس اداره ثبت قرار بدن. روز بعدش از اداره ثبت با من تماس گرفتند که کپی بخشنامه رو گرفتیم و میتونید ببرید مطالعه بکنید. من هم رفتم بخشنامه رو تحویل گرفتم، یه مطالعه کردم، دیدم که این بخشنامه برخلاف قانون هست.
طبق قانون اساسی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به تظلمات هست. بعد رفتم دادخواستی تنظیم کردم مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که این در واقع مخالف قانون هست این بخشنامه و از طرفی موجب تضییع حقوق افراد میشه. این بخشنامه رو در سال این دادخواست رو در سال 98 از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کردم به دیوان عدالت اداری. نهایتاً در سال 99 برج 12 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل شد و حکم به ابطال این بخشنامه صادر کرد. آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون هستند. آثار و احکام قانون بر اون آرا بار میشه. خب به محض این که آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر بشه، پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور برای کل مراجع لازم الاتباع هستش. خب با وجود صدور این رای و انتشار این رای در روزنامه رسمی کشور، متاسفانه بسیاری از سران دفاتر از تنظیم سند وکالت و تفویض وکالت به دارندگان برگ سبز خودداری می‌کردند، در حالی که طبق قانون اگر کسی از اجرای آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور خودداری بکنه، استنکاف بکنه، به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو رو به نیروی انتظامی اعطا کرده. بنابراین برگ سبز صادر از سوی نیروی انتظامی سند رسمی محسوب میشه، لذا لازم نیست که حتما دوباره یه سند دیگه تنظیم بشه. با برگ سبز هم بله، برگ سبز میتونه مبنای مالکیت یک فرد باشه. در واقع اختلاف نظر همچنان وجود داشت. رئیس کانون سردفتران به این موضوع واکنش نشون میداد و مردم هم سردرگم بودند. اخیراً دادستان محترم کل کشور که یکی از وظایف این دادستانی حفظ و احیای حقوق عامه هست، در نامه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور اعلام کردند که برگ سبز راهنمایی و رانندگی برای مالکیت خودرو کافی هست و نیازی نیست که افراد مراجعه بکنند به دفاتر اسناد رسمی یا سند دیگری اونجا تنظیم بکنند. اگر سردفتر اسناد رسمی به برگ سبز اعتباری ندادند، این سران دفاتر تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. بوجه باز منت ورچه شما رو و یک تانشو گوشتن که می گندو گشتر چه یه موضوع مطالبه یا بزانند که انگو برگ سبز تونند وقتی کارا را بندازند چه؟ بله. باز شما منت ور که وقتی وقت داد ما را و می گندو که پایت رسانی خواهش کنه. شو خدمت منتوار که شما گندوکان پایگاه تلرسانی میار جله که گما را برو همراه بودتگه الله میار رو با بود باته.